ز خوونکیم، من معلم هستم. تا زدکوونکی، تو شاگرد هستی. دای احمد دی، او احمد است. دا سارا ده، او سارا است. با من همراه باشین تا این جملات کوتاه، ساده و بسیار کاربردی را یاد بگیرین، خودتان جور کنین و در مکالمه روزمره خود استفاده کنید. د علي سره د پښتو ژبې زده کړې یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. سلام عزیزان، وقتتان خوش. امید که جور صحتمند باشین. من علی هستم و در اینجا زبان شیرین پشتو رو براتون یاد می‌دم. در این درس ما می‌خواهیم 8 قالب را برای جمله سازی با استفاده از ضمایر فاعلی و افعال کمکی آنها یاد بگیریم. خب عزیزان، ما زیاد نمی‌خواهیم سر گرامر فوکوس کنیم. شاید برای عده‌ای کسلاور باشه و خوش نداشته باشن یا گرامر برایشان سخت باشه یادگیریش. به همین خاطر ما گرامرها را در قالب جمله سازی و چوکات هایی که میتونین با استفاده از اون جمله بسازین در قالب های متفاوت برایتان آموزش میدیم. اما همین قدر بدانید که این درس در مورد ضمیر و افعال کمکیش است. ضمیر کلمه ای است که جایگزین اسم میشه و از تکرار او جلوگیری میکنه. برای مثال ما میگوییم که احمد دانش آموز است. او با موتر به مکتب میرود. احمد در جمله اول خودش آمده و در جمله دوم به جای تکرار احمد، برای اینکه از تکرار از او جلوگیری کنیم، به جای احمد او آوردیم. دیگه نگفتیم احمد دانش آموز است، احمد با موتر به مکتب می رود. برای جلوگیری از این تکرار ضمیر او را آوردیم. همین قدر بدانید کافی است. و بیشتر ما سر قالب های جمله سازی گرامر را به شما یاد میتیم که هم آموزشش برای شما آسان تر باشه و از سختی گرامر هم زیاد رنج نبرین. خب عزیزان، من یک بار 8 قالب را برایتان میخوانم و بعد از او یک به یک بررسی میکنیم. ز یم، من هستم. ز به معنای من، یم هستم، من هستم. این خودش یک جمله هست. این قالب ها خودشان یک جمله هستند که باز میتونین با استفاده از اینها جملات دیگری هم بسازین. ز یم، من هستم. موج و یا موگ یو، ما هستیم. موگ به معنای ما هست، یو هستیم. تا یی، تو هستی. تا به معنای تو، یی به معنای هستی. تاسو، شما، یاست هستید. تاسو یاست، شما هستید. هم برای جمع مخاطب به کار میره و هم برای مفرد، برای احترام. ما میتونیم به یک شخص هم بگوییم تاسو یاست، شما هستید، برای احترام. دای دای، او است، او مذکر، او مرد هست. دای برای اشاره به مذکر هست، او مرد هست. دا دا، او زن هست، او مؤنث هست. دا برای مؤنث به کار برده میشه و دا هم فعل کمکیش هست، او هست. دوی دی، اینها هستند. دوی دی، دوی به معنای اینها است که هم برای مؤنث و هم برای مذکر استفاده میشه. جمع اشاره به نزدیک، اینها. دوی دی، اینها هستند. هغوی دی، آنها اشاره به دور جمع داره که هم برای باز مذکر و هم برای مفرد استفاده میشه. هغوی دی، آنها هستند. و حالا میپردازیم به مثال ها و بررسی هر کدام. قالب اول بود زیم، من هستم. ز به معنای من و یم به معنای هستم. ما میتونیم در این مابین ز و یم هر کلمه ای که مربوط بشه به خود ما بگذاریم. برای مثال ز علیم، من علی هستم. ز زدکوونکیم، من شاگرد هستم. ز خوشحالم، من خوشحال هستم. ز افغانیم، من افغان هستم. و به همین قسم میتونین کلمات مختلف و صفات مختلفی را در
مابین ز و یم بگذارید و خود معرفی کنید و از خودتان بگویید. قالب دوم، موگ یو، ما هستیم. موگ به معنای ما، یو هستیم. اینها همه افعال توبی گفته میشن که به بودن اشاره داره و صرف میشه در بین اول شخص، دوم شخص، سوم شخص، مفرد و جمع اینها. که گفتیم ما زیاد به گرامر، به تئوری گرامر خیلی نمیریم و بیشتر عملی کار میکنیم که بخیر بتونین زودتر مکالمه کنین. چرا که کسی که بتونه خوب مکالمه کنه، مکالمه را زودتر یاد بگیره، گرامر را خود به خود یاد میگیره، گرامر را بسیار آسانتر میتونه بفهمه تا ای که اول شما برین به سراغ گرامر و بعد از او مکالمه را یاد بگیرین. اول باید قالب های مکالمه را بیاموزین، بتونین کمی گپ بزنین، بفهمین. بعد از اینکه مکالمه تان قوی شد، خوب شد، گرامر را خوانا یاد میگیرین با آسانی. خب موگ یو، ما هستیم. در این مابین باز میتونیم بین موگ و یو هر کلمه ای را بگذاریم. موگ مسلمانان یو، ما مسلمانان هستیم، ما مسلمان هستیم. موگ بزگران یو، ما دیقانان هستیم، موگ بزگران یو. موگ دلتا یو، ما اینجا هستیم. قالب بعدی، تا یی، تو هستی. تا شاگردی، تو شاگرد هستی. تا خون کی، تو معلم هستی. و حتی میتونیم به صورت سوالی ایره بگوییم. تا سوکی، تو کی هستی؟ تا سینگی، تو چطور هستی؟ قالب بعدی، تاسو یاست، شما هستید. تاسو جوانان یاست، شما جوانان هستین. تاسو سوداگر یاست، شما تاجر هستید. تاسو سینگی یاست، شما چطور هستین؟ به حالت سوالی میتونیم پرسان کنیم. قالب بعدی، دای دای، او مرد است. دای جلال دای، او جلال است. دای د احمد ورور دای، او برادر احمد است. دای د امریکا ولستشمر دای، او رئیس جمهور امریکا است. قالب بعدی، دا دا. دقت کنین که هر کدام از این ضمایر فعل کمکی مخصوص خود را داره. شما نمیتونین، اجازه ندارین که برای مثال برای دای دا استفاده کنین. این قالب ها را باید از بر کنین. 2 کلمه است، زیاد نیست. اینا را کافی است این 8 قالب را از بر کنین، هم ضمایر فعلیشه و هم فعل کمکیشه. و هر کدام از ضمایر فاعلی فعل کمکی مخصوص خود را داره. اجازه نداریم که از یک دیگر استفاده کنیم. دا دا، او زن است. دا سمیرا دا، او سمیرا است. دا دا احمد میرمنده، او خانم و یا همسر احمد است. دا خکلیده، او زیبا است. و قالب بعدی، دوی دی، اینها هستند. اینا میتونیم هم برای جمع مذکر و هم برای جمع مؤنث استفاده کنیم. دوی به معنای اینها. دوی زموگ ورو ندی، اینها برادران ما هستند. دوی زموگ ورو ندی، ورو نه جمع ورور به معنای برادر هست. اینها برادران ما هستند. دوی زموگ خوین دیدی، اینها خواهران ما هستند. گفتیم که میتونیم برای مؤنث هم استفاده کنیم. اینها خواهران ما هستند. قالب بعدی، هغوی، آنها. هغوی دی، آنها هستند. دوی و هغوی هر دو اشاره به جمع دارند، اشاره به جمع نزدیک و دور که میتونیم هم برای مؤنث و هم برای مذکر استفاده کنیم. هغوی دی، آنها هستند، مذکر و یا مؤنث. هغوی زموگ ورو ندی، آنها برادران ما هستند.
هغوی زموگ ورونه دی. هغوی زموگ خویندی دی. آنها خواهران ما هستند. هم برای جمع مذکر و هم برای جمع مؤنث استفاده کردیم. خب عزیزان 8 قالب را با هم امروز آموختیم. بسیار آسان بودن و هیچ سختی نداشتن. کافی است قالب ها را از بر کنین و در مابینش استفاده کنین، اطلاعات خود را بیارین. میتونین از سن استفاده کنین، از نام استفاده کنین، از قیود زمان و مکان استفاده کنین، میتونین از صفت ها استفاده کنین برای معرفی خود، دیگران و از تمام اطلاعات میتونین در بین این چوکات ها استفاده کنین و بسیار جملات پرکاربرد و متعددی را بسازین. اما یک بار در انتها درس را با هم بیایید مرور کنیم. ما گفتیم که ضمایر کلماتی هستند که جایگزین اسم میشن برای جلوگیری از تکرار از او و این ضمایر عبارتند از ز به معنای من، موگ یعنی ما، تا به معنای تو، تاسو شما، دی او مرد، دا او زن، دوی اینها، هغوی آنها. اینها ضمایر فاعلی پشتو هستند. و اگر بخوایم با افعال کمکیشان بخوانیم باید بگوییم زیم من هستم، موگیو ما هستیم، تایی تو هستی، تاسو یاست شما هستید، دی او مرد هست، دا او زن هست، دوی دی اینها هستند، هغوی دی آنها هستند. خب عزیزان این بود درس امروز ما. امیدوار هستم که این درس براتون مفید بوده باشه. اگر این ویدیو را خوش داشتین لطفاً اون را لایک کنین، چرا که لایک شما باعث میشه که دوستانی که مانند شما علاقه‌مند به زبان پشتو هستند زودتر این ویدیو را پیدا کنند. و اگر میخواین از ما حمایت کنین لطفاً این ویدیو را به یکی از دوستانتان ارسال کنین. که دا ویدیو مو خوښ شو نو لایک کړئ او زموږ د چینل غړي شئ. تر راتلونکي درس پورې د خدای پامان.